سلام بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیوی آزادی. ادوکات از حمایت حقوقی عبدالله غربتی دست کشیده است. حبیب نور محمدوف گفت از دنیای محاربه های آمیخته بیرون می شود. خوابگاه 200 مهاجر تاجیک در مسکو سوخته است. نگرانی ها از پیوستن بلاروس به جنگ ضد اوکراین. ادوکات عبدالله غربتی ژورنالیست زندانی تاجیک از ادامه حمایت حقوقی او دست کشیده است. عبدالرحمن شریپوف ادوکات از مرکز حمایت از حقوق انسان سال گذشته از حقوق این خبرنگار حمایت میکرد. نزدیکانش روز 9 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تصمیم داشتند دیگر باره از حکم عبدالله غربتی به دادگاه بالایی شکایتی تکراری برند، ولی ادوکات گفته است دیگر با آنها کمک کردن نمیتواند. عبدالرحمن شریپوف گفت به ژورنالیست در دایره یک لایحه رایگان کمک میکرد و پس از انجام طرح دیگر امکان یاری حقوقی به ژورنالیست را ندارد. عبدالله غربتی ماه یونی سال گذشته دستگیر و ماه اکتبر به 7.5 سال زندان محکوم کردند. او با خبرنگار دیگر دلیر امام علی درباره مشکل مردم گزارش آماده میکرد. دادگاه عبدالله غربتی را به حمله و تحقیر نماینده حاکمیت و عضویت در گروه‌های ممنوع گناهکار دانست. او اتهامات را بی اساس و خود را بیگناه می‌داند. شب 7 به 8 ژانویه در دهه ژبکنای مسکو خوابگاه مهاجران تاجیک آتش گرفته است. در این سوختار یک مهاجر 28 ساله تاجیک ضرر دیده است. پزشکان گفتند که 20% بدن او سوخته است. در محله ژبکنای مسکو در 20 واگن نزدیک به 200 بیناکار تاجیک زندگی می کردند. مقامات روسیه سبب رسمی سوختار را هنوز شرح ندادند. در روسیه که میزبانی صدها هزار مهاجر تاجیک است، سالانه صدها نفر در تصادف‌ها کشته و زخمی میشوند. روز 15 فوریه امسال مهلت ثبت نام سیم کارت ها با شناسنامه نو در تاجیکستان به پایان میرسد. مقامات با یک اعلان ساکنان را آگاه کردند که سیم کارت های خود را فوراً با شناسنامه نو ثبت نام کنند وگرنه از آن محروم می شوند. سال گذشته با قبول یک قرار حکومت تاجیکستان مهلت ثبت سیم کارت ها را تا 15 فوریه سال 2023 دراز کرد. در گذشته این تصمیم نوبت‌های طولانی پشت اداره‌های شرکت‌های موبیلی و میزهای شناسنامه‌دهی را به بار آورده بود. در این باره گزارش دارم که در برنامه اخباری آزادی و 3 ساعت بعد پخش خواهد شد. جمهوری بلاروس و روسیه هفته آینده مشق‌های یکجایی نظامی برگزار می‌کنند که این نگرانی‌ها از پیوستن بلاروس به جنگ روسیه در اوکراین را زیادتر کرده است. وزارت دفاع بلاروس روز 8 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت که رزمایش روز 15 ژانویه آغاز می‌یابد و تا 1 فوریه ادامه می‌کند. با گفته وزارت در تمرین‌ها تمام نیروها و پایگاه‌های هوایی شرکت می‌کنند و سیستم دفاعی موشکی بلاروس هم فعال کرده می‌شود. روسیه از حالا اسلحه و ابزار جنگی را برای شرکت در تمرین‌های نظامی به بلاروس فرستاده است. عین زمان مقامات اوکراین روز 8 ژانویه گفتند که از زمان آغاز جنگ روسیه در کشور از روز 24 فوریه تا کنون بیشتر از 111,000 سرباز روس کشته شدند. آماری که تصدیق آن از منابع دیگر مشکل است. وزارت عدلیه ایران میگوید 3 نفر دیگر را که به قتل 3 مأمور امنیتی در روزهای تظاهرات سراسری در کشور دست داشتند به قتل محکوم کرده است. با حکم قتل این 3 نفر در عموم تعداد آنهایی که در رابطه با تظاهرات 3 ماهه در ایران به قتل محکوم شدند به 17 نفر رسید. تا کنون حکم 4 نفر از محکومان را اجرا کردند و 2 نفر دیگر در نوبت برای قتل هستند. تظاهرات در ایران بعد آن شروع شد که ماموران امنیتی مهسا امینی یک دختر ایرانی را با ادعای نادرست پوشیدن حجاب دستگیر کردند و سپس جسدش را به خویشاوندانش دادند.
حبیب نورمحمدов قهرمان سابق UFC در وزن سبک خبر داد که از دنیای محاربه‌های بدون قاعده به تمام بیرون می رود. او بعد ملاقات با زاکر نایک یک روحانی معروف مقیم مالزیا به چنین قرار آمده است. او از ماه اکتبر سال 2020 پس از پیروزی بر رزمکار آمریکایی جاستین گیتج از ادامه محاربه‌ها خودداری کرد، ولی در زادگاهش شاگردان زیادی را تمرین میداد. او در صفحه‌اش در اینستاگرام نوشته است که امیدوار است او را درست میفهمند. دوستانش پیش از این نوشته بودند که تصمیم او این است که دیگر نه به تمرین ورزشکاران و نه به تبلیغ آن دست نمیزند. قرب روبل روسی باز هم در تاجیکستان پایین رفته است. روز 1 ینور که قرب رسمی 1000 روبل 144 سامانی و 20 درهم مقرر شده بود، امروز 9 ینور آن به 140 سامانی و 50 درهم برابر است. بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 21 درهم و 1 یورو را 10 سامانی و 74 درهم مقرر کرده است. برنامه ما به پایان رسید. شما را با خبرهای بیشتر ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه در برنامه اخباری آزادی انتظاریم.